شهید پروری چطور کمک کرده تا حاکمیت از پاسخگویی تفره بره؟ عملیات کربلای 4 انجام میشه، عملیاتی که لو رفته، کلی هموطن جونشون از دست میدن. به جای اینکه فرماندهان این عملیات محاکمه بشن که چرا این عملیات لو رفته رو انجام دادن، صرفاً با پروژه شهید پروری حاکمیت از پاسخگویی تفره میره. در پاسگاه‌های مرزی ما کلی هموطن در نیروی انتظامی کشته میشن، اما باز همین پروژه شهید پروری به کمکشون میاد و دیگه فرمانده کل قوا استیضاح نمیشه. جالبه که در جنبش مهسا بیش از اون که شهید پروری مد نظر باشه، زندگی پروری مد نظره. تمام جاویدنامان جنبش مهسا عاشق زندگی بودند و نه عاشق کشته شدن.